چی میشد اگه در یک قدمی بزرگترین کشف زندگیت همه چیز رو رها میکردی؟ اگه بعد از ماه‌ها تلاش بی‌وقفه، درست وقتی که فقط یک قدم تا رسیدن به رگ طلایی افسانه فاصله داشتی، دست از کار میکشیدی؟ امروز میخوام داستان واقعی مردی رو براتون تعریف کنم که این کارو کرد، اما درس میلیونی که از این شکست گرفت، زندگی خودش و میلیون‌ها نفر دیگر رو برای همیشه تغییر داد. در اواخر قرن 19 تب طلا مثل یک بیماری تمام آمریکا رو فرا گرفته بود. هر کس رویای یک شب ثروتمند شدن رو در سر داشت. در این میان مرد جوانی به نام آریو داربی هم به همراه عمویش با هزاران امید و آرزو راهی شد. اونا زمین بزرگی رو در کلرادو خریدن و با تمام توان شروع به کار کردن. ماه‌ها گذشت. با سختی‌های زیاد، با عرق ریختن و خستگی، بالاخره رگ طلای بزرگی رو پیدا کردن. طلای ناب. این همون لحظه موعود بود. اونا مقداری از طلا رو استخراج کردن و تونستن قرضاشون رو پس بدن و حتی مقداری هم سود کنن. این تازه اول کار بود. اما ناگهان درست مثل یک جادو رگ طلا ناپدید شد. اونا هر چقدر کندن رگ رو پیدا نکردن. ناامیدی مثل یک پتک به سرشون کوبیده شد. هفته‌ها به سختی کار کردن اما هیچ اثری از طلا نبود. تمام پس‌اندازشون ته کشیده بود. دیگه پولی برای ادامه کار نداشتن. بالاخره تصمیم دردناکی گرفتن. دست از کار کشیدن. تجهیزاتشون رو به یک سمسار محلی فروختن. با 1/10 قیمت اصلی. سمسار یک متخصص معدن رو آورد. اون متخصص فقط به اندازه 90 سانتی متر دیگه کند و رگ طلای ناپدید شده رو پیدا کرد. 90 سانتی متر. بله، اون متخصص از طلاهای اون معدن میلیون‌ها دلار به دست آورد. داربی و عمویش فقط 90 سانتی متر با ثروت فاصله داشتند. این تجربه تلخ داربی رو برای همیشه تغییر داد. اون قسم خورد که دیگه هرگز در یک قدمی موفقیت دست از کار نکشه. این شکست تبدیل شد به بزرگترین درس زندگیش. داربی شغل جدیدی پیدا کرد. فروش بیمه عمر. کاری که شاید در نگاه اول به هیجان انگیزی استخراج طلا نبود، اما این بار او درسش رو فراموش نکرد. هر بار که مشتری نه میگفت، داربی به یاد 90 سانتی متری طلا میافتاد و با قدرت بیشتری ادامه میداد. اون به خودش قول داد تا زمانی که جواب بله رو نگیره هرگز دست از تلاش نکشه. نتیجه چی شد؟ داربی به یکی از موفق‌ترین فروشندگان بیمه عمر در زمان خودش تبدیل شد. او میلیون‌ها دلار به دست آورد، نه از دل زمین بلکه از دل انسان‌ها و از طریق نیروی اراده و پشتکار. گاهی اوقات این 90 سانتی متر میتونه مرز بین شکست و موفقیت در زندگی ما باشه. حالا سوال اینه، شما در زندگیتون چند بار در یک قدمی موفقیت بودید و دست از کار کشیدید؟ اگه این ویدیو بهتون انگیزه داد، حتما لایک کنید، برای دوستانتون بفرستید و در کامنت ها به هم بگید که بزرگترین درس شما از این داستان چی بود.